چه چیزی باعث میشه که وقتی 2 نفر همزمان میرن کاشت مو انجام میدن، حالا یا 2 جای متفاوت یا 1 جا انجام میدن، مال یه نفر میبینیم خیلی موفق بوده، رضایت بخش بوده، مشکلی نداشته، اون عوارضی که بالاخره هر جراحی ممکنه داشته باشه، از جمله عفونت، از جمله اینکه گرفت ها نگیره، بالاخره اونها از بین برن، چه عاملی در واقع عامل مؤثره تو این قضیه؟ بله، به عبارتی چه عاملی باعث میشه که کاشتمون نتیجه ضعیفی داشته باشیم؟ کسی که کاشتمون میگیره نتیجه نداشته باشه، یا در نهایت بیمار، کسی که کاشتمون انجام داده از عملش ناراضی باشه. خب این بحث خیلی گسترده‌ای هستش که واقعا چه دلایلی ممکنه که بعضی جواب خوب نگیرن، ولی شاید مهمترین مسئله که باعث میشه که یک فرد کاشت مو نتیجه مناسبی نگیره ضعف تکنیک هستش. تکنیک اون فردی که این کار رو انجام میده، پزشک یا تکنیسیانی که درگیر این کار هستن و این کار رو انجام میدن، اگه تکنیک درست را رعایت نکنن باعث نتیجه ضعیف خواهد بود که عوامل مختلفی هست. از موقعی که برداشت انجام میشه، گرافت ها باید سالم و زنده برداشت بشه، تا موقعی که گرافت ها بیرون از بدن هستن به هر حال 1 ساعت 2 ساعت چند ساعت طول میشه تا این گرافت ها به محل نهایی خودشون، محل کاشتشون برسن. باید تو محیطی باشن که زنده نگهداری بشن و محیطی که آماده میشه برای کاشت، منطقه‌ای که شکاف‌ها و سوراخ‌ها ایجاد میشه که موها باید قرار بگیره داخلش، حتما باید اون زمین درست آماده بشه و خونرسانی منطقه خراب نشه که گرافتا در محل زنده کاشته بشه که خونرسانی داشته باشن و بتونیم این به اصطلاح پیوندها زنده بگیرن. و مورد بعدی هم تکنیک کاشت هستش که کاشتی که انجام میشه باید گرافتا موقعی که از توی آب برداشته میشه و توی محل کاشته میشه اونم باید به صورت زنده چیزه. هر کدوم این مراحل ممکنه مشکلاتی وجود داشته باشه، ضعف تکنیک وجود داشته باشه که در نهایت باعث میشه مو زنده برداشته بشه ولی موی مرده کاشته بشه، یا موی زنده در محیط مرده کاشته بشه و در نهایت مو در نمیاد. 8000 10000 بله 8000 10000 مثلا تار مو از پشت سر برداشته میشه، کاشتن میشه، زحمت هم کشیده میشه، بیمار هم مشکلاتش قبول میکنه ولی در نهایت 2000 تاش بیشتر در نمیاد، 3000 تاش در نمیاد، یا مویی که در اومده موی بسیار نازک خواهد بود، یا گرافتایی که مثلا 3 تا 4 تایی کاشته میشه در نهایت تک در میاد. و این پروسه‌ای هستش که مرحله به مرحلهش باید درست انجام بشه که به هر حال موی زنده برداشته بشه و در نهایت موی زنده رشد بکنه.